خب ببینیم کدوم شرکت کننده های عشق ابدی از محصولات فیک استفاده میکنن. کیف گوچی طناز. مشابه این کیف توی سایت گوچی وجود نداره. از طرفی از نوع ایستادن این کیف مشخصه که این محصول فیکه. صندل محدثه. اصلا گوچی تا به حال حتی محصول مشابه هم تولید نکرده. لوگو و جنس محصول به وضوح نشون میده که این محصول فیکه. کیف میو میو ترانه. این کیف دوخت نامرتب و بافتی ارزون و فومانند داره. پس این کیف کاملا فیکه. کیف پیکسی یا پریسا. مشابه این کیف در سایت فندی وجود نداره. البته با توجه به لوگو این محصول هم به راحتی میشه تشخیص داد که اون فیکه. میرسیم به کمربندهای مهراد که انگار علاقه زیادی به کمربندهای هرمس داره. ولی با توجه به مدل 770 یورویی آن در سایت هیچ کدام از کمربندهای اون اصل نیست.